مورد 12 میقات ها هستن. ما میدونیم که مثلا برای مسجد الحرام 5 تا میقات اسم برده شده. میقات چیه؟ میقات در واقع اون جایی که حاجی باید اونجا لباسش عوض کنه و اون لباس احرام ببنده، چند تیکه لباس سفید هست و موهاش رو بتراشه و به اون حالت در بیاد که اصلا برای مسافرت مناسب نیست. و میگن در تاریخ اسلام گفته حدود 20 مایل از مسجد الحرام فاصله داشت، یعنی حدود 30 کیلومتر. و اونجا از 5 تا میقات اسم بردن. مثلا میقات اهل شرق که میگن مال عراق و خراسان بود، میقات اهل شام، میقات اهل مدینه، میقات اهل یمن و میقات اهل نجد یا حجاز، که اینا اصلا در عربستان چنین امکانی وجود نداره. شما فرض کنید یه نفری که از عراق و خراسان میره مکه، اون کسی که از شام میره، از عراق میره، از مدینه میره، مدینه از جای مختلفی وارد مکه میشن، اینا همین میرن از یه سمت. مثلا فرض کنید یه نفر میخواد بره مشهد، اون که از در واقع تهران میره، اون که از در واقع قزوین میره، اون که از تبریز میره، اون که از همدان میره، از گیلان میره، آیا اینا وقتی میرن مشهد از جای مختلف وارد مشهد میشن؟ نه دیگه، از سمت غربش وارد میشن، یه جا وارد میشن، یه دروازه داره. در صورتی که در مثلا مکه به مسجد الحرام در اون تاریخ صدر اسلام گفتن 5 تا میقات داشته و این در مکه ایران دقیقا تطبیق میکنه. مثلا میقات اهل عراق و خراسان از سمت سیرجان بوده، میقات اهل شام از سمت شیراز و اون قسمت شمال فارس بوده، میقات اهل مدینه از جنوب فارس هست، میقات اهل یمن از سمت مینا و بندر عباس، اهالی بین مثلا بندر خمیر و همیران و تا مکران جمع نجرانه، اینا از پایین از مینا وارد می شدن. مال نجد و حجاز هم یه دونه میقات بوده که مثلا در واقع جیرفت و کهنوز در واقع اینا هم از این سمت وارد می شدن. خب مثلا یک موردی رو من در صحیح بخاری دیدم، خیلی عجیبه، نشون میده که ما در مکه ایران هستیم. از ابن عباس نقل کرده این داستانه که میگه عثمان مکروه دانسته است احرام بستن از خراسان و کرمان. ببینید خلیفه در واقع سوم، حتی اون زمانی که ببینید اصلا خراسان تصرف نشده بود، مثلا خراسان الان هم نگاه نکنه، اون موقع خراسان تا هرات و تا ترکمنستان تا اون ورا ادامه داشته. گفته از خراسان و مثلا کرمان و سیستان احرام نبندید. ببین این دقیقا نشون میده بیاد نزدیکتر. اصلا نمیشه تصور کرد کسی از خراسان ایران به مکه در عربستان سعودی در واقع احرام ببنده، سرشو بتراشه، 3 ماه 4 ماه 5 ماه تو راه، اصلا معلوم نیست به اونجا برسه، 1000 تا در واقع دزد هست، راهزن هست، باد و باران و